آشنایی با انواع مچ تایپ های مختلف گوگل ادز. مورد اول اگزکت. زمانی که اول و انتهای هر کلمه براکت میاریم، اون کلمه زمانی که سرچ میشه تبلیغ ما به کاربر نمایش داده میشه. مورد دوم فریز هستش که اول و انتهای هر کلمه‌ای که ما مشخص کردیم دبل کوتیشن میذاریم که اگر قبل و بعد از اون کلمه کاربر کلمه دیگه ای رو سرچ بکنه و اون مفهوم رو برسونه، تبلیغ ما به کاربر نمایش داده میشه. مورد سوم براود هستش. ما وقتی که یک کلمه ای رو بدون هیچ نشانه ای بیاریم، کاربر با سرچ اون کلمه و مفهوم اون کلمه و نزدیک به اون کلمه رو سرچ بکنه، تبلیغ ما بهش نمایش داده میشه. به عنوان مثال آموزش دیجیتال مارکتینگ، ما این رو براود کردیم، حالا کاربر سرچ میکنه آموزش بازاریابی آنلاین یا بازاریابی دیجیتال، تبلیغ ما به اون کاربر نمایش داده میشه.